طبق قرار اخیر رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین، مهلت به قیدگیری شهروندان خارجی در 4 شهر فدراسیون روسیه از 15 روز به 1 روز کم کرده شد. لطفاً فرمان اخیر پرزیدنت روسیه را درباره مهلت به قیدگیری شهروندان خارجی در 4 شهر روسیه از جمله در مسکو و سوچی و سنت پترزبورگ قزان را شرح می‌دادید، چون در این 4 شهر فدراسیون روسیه مهاجران زیادی کره تاجیک نیز بدو باش میکنند. دوام برگزاری جام کنفدراسیون فیفا، یعنی که در 4 شهرهای فدراسیون روسیه مدتی به قیدگیری شهروندان خارجی تا 1 شبانه روز کم کرده شده است. یعنی که شهروندان جمهوری تاجیکستان در فدراسیون روسیه در اساس سازشنامه بین حکومتی جمهوری تاجیکستان و فدراسیون روسیه از سال 2004 حقوق دارند که در دوام 15 روز خود را به قید گذارند. در اساس این فرمان، یعنی که به قیدگیری شهروندان جمهوری تاجیکستان، نه تنها جمهوری تاجیکستان، شهروندان خارجی به این کشور در 1 شبانه روز باید که خود را به قید گذارند. این عمل از سر کرده از 1 ایون سال 2017 تا سنه 12 ایول سال 2017 ادامه می‌یابد. قید کردن لازم است که سبب، یعنی گویم چطور که از خود نام فرمان برمی آید، برگزاری چنین چاره‌بینی ها این تأمین بی‌خطری و تأمینات امنیتی در دوره برگزاری این چاره‌بینی می باشد. چیزی که شما گفتید، طبق این قرار شهروندانی که در مهلت تا 1 شبانه روز به قید نمیگذارند بازداشت و احتمال دارد که اخراج میشوند از روسیه. ولی بغیر از مهاجران، سرنوشت شهروندانی که برای خبرگیری نزدیکان خود و یا کارهای دیگر بر روسیه میروند، نه به این 4 شهر روسیه میروند، تقدیر آنها چی میشود؟ در اینجا قید کردن ضرور است که فرمان نه تنها به یک تنها مهاجر مهنتی تعلق دارد. این فرمان به تمام شهروندانی، نه تنها جمهوری تاجیکستان، به تمام شهروندانی خارجی تعلق دارد. یعنی که هر یک شهروند، خواه اون مهاجر مهنتی هست، خواه غیر مهاجر مهنتی از اون، خود را باید که در دوام 1 روز به قید گذارد. اگر به قید نگذارد، بار دوم وارد کردن به فدراسیون روسیه به آنها منع کرده می شود. مسکو، سوچی و سنت پترزبورگ و قزان یکی از 4 شهرهای اساسی می باشند که مهاجران کره تاجیک هر مساله به آنجا برای پیدا کردن جای کار می روند. و به نظر شما در مدت ماه ایون و 12 روز ماه ایول که یکی از موسم‌های اساسی کار مهاجران است، آیا همین قرار اخیر که رفتن مهاجران محدود میکند به جیب اکثر مهاجران ما تاثیر منفی نمیرساند به نظر شما؟ خب، علاج واقعه پیش از وقوع. برای همین ما به همه مهاجران، به همه شهروندان جمهوری تاجیکستان که در همین مدت به فدراسیون روسیه سفر دارند، ما به آنها آگاه کردنی گفتنی هستیم که از همین طبق فرمان پرزیدنت فدراسیون روسیه همین قانون را رعایت نمایند، یعنی که در مدت 1 روز خود را به قید گذارند که در آینده یگان، یعنی که مسائل دیگر روی ندهد. و دوم، موسم رفت مهاجران مهنتی جمهوری تاجیکستان از ماه مارس آغاز می گردد و بیشتر تا آخر ماه می به انجام می رسد. این در مجموع اگر از روی تحلیل ها گیریم، در ماه ایون ایول اونقدر سفر زیاد در نقشه هم نیست از روی تحلیل ها که برمی بیاد. لیکن به هر صورت ما با اون نفرانی که به فدراسیون روسیه سفر می نمایند، ما اونها رو آگاه می نماییم که در وقت ضروری خود را به قید گیرند تا یگان مسئله های پیش نیاید.